ما و رابطه ها. برای وارد شدن به تعریف رابطه باید قبل از آن به بررسی مفهوم درون بپردازیم. درون چیست؟ در بسیاری از کتاب‌ها و نوشته‌های روانشناسی در مورد درون صحبت شده و این موضوع باعث گیجی مخاطب‌ها شده است. در واقع اصطلاحات زیادی در متن‌ها استفاده می‌شود، مانند کودک درون، گفتگوی درونی، درون خود را بشناسید، جهان درونی و نیروی درونی. اما توضیح درون بسیار ساده تر از این مفاهیم است. درون یعنی تمام علائم فیزیکی درون ما وجود دارد و در واقع درون یعنی بدن. اکنون به بدنمان توجه کنیم و آن را حس کنیم. ضربان قلب، گرفتگی، کشیدگی، سفتی، تنیدگی، منقبض بودن، سنگینی در سر و اندامهای بدن. به کوچکترین علائم بدنمان نگاه کنیم و آن را حس کنیم. درون یعنی همین، یعنی جهان زیر پوستمان و علائم فیزیکی بدنمان. دقت کنید که افکار و ذهن علائم فیزیکی نیستند. در واقع توجه به علائم فیزیکی و حس کردن باعث توقف کوتاه ذهن و افکار می شود. حس کردن و مشاهده‌گری جدا از افکاری هست که وجود دارند. پس درون چیزی جز علائم بدنی و احساسهای درونی بدن نیست. و حالا نکته مهم این است که رابطه‌ای وجود دارد بین ما و درون ما. در واقع واکنش ما به علائم درونی بدن نوع رابطه ما با درونمان را آشکار می‌کند. تصور کنید که هر وقت می‌خواهیم به درون بدنتان توجه کنید ناگهان بی‌تفاوت می‌شوید و از ادامه توجه به بدنتان منصرف می‌شوید. یا مثلا افکاری سرزنشی وارد ذهنتان می‌شود. تو هم وقت گیر آوردی. این مسخره بازی‌ها چیه؟ یا مثلا به صورت وسواسی شروع به آنالیز کردن می‌کنی که الان این درد و این کشیدگی مربوط به چه بیماری میباشد. یا مثلا تا به علائم توجه میکنین کرخت میشوین و یا نسبت به درونتان عصبانی میشوین. یا مثلا شروع به کنترل علائم و یا پرسش میکنیم که چرا اینطوری میشویم. آنچه در طول مدت توجه کردن به درونمان به ذهنمان میآید و آنچه با رفتارمان انجام میدهیم، مثلا بلند میشویم و راه میرویم، این نوع رابطه با دنیای درونی بدنمان است. ماهیت دنیای درونی ما. دنیای درونی ما از دو بخش تشکیل شده است: اضطراب و احساس. در واقع زبان جهان درونی ما، یا بهتر بگویم بخشی از ما که در درون وجود دارد، اضطراب و احساس است. جهان درونی با کمک این دو عنصر با ما صحبت می کند و زمانی رابطه ما با درونمان سالب‌تر می شود که آرام آرام تمرین کنیم و زبانش را یاد بگیریم و نترسیم از زمانی که تمام حروف الفبایش علائم فیزیکی درون و زیر پوست ما است. شروع یادگیری زبانی عجیب اما بسیار دوست داشتنی است. نخستین قدم: اضطراب. چیست و چرا در دنیای ما وجود دارد؟ اضطراب حالتی ناخوشایند است که وقتی بدن ما در آن قرار می‌گیرد بیقرار می‌شود. حالتی که اضطراب خاص را به وجود می‌آورد و دلشوره‌ای مبهم به آدم می‌دهد. اضطراب با علائم فیزیکی خود را نشان می‌دهد و در 3 سطح از لحاظ شدت دسته‌بندی می‌شود. اضطراب خبر از یک آدم درونی می‌دهد که گویی قرار است با ما صحبت کند. پس منظور از آدم درونی دنیای درون ما است که مدام در حال ارتباط برقرار کردن با ما است. بدنتان در طول روز توجه کنید به پیام‌هایی که می‌فرستد. آگاه باشید. این همان زبانی است که قرار است نسبت به یادگیریش تلاش کنید و مهارت کسب کنید. اکنون به احتمال زیاد متوجه این موضوع شده ایم که چقدر گاهی اوقات می‌خواستین این علائم را سرکوب کنید و چه آموزش‌های ناخواسته به ما داده شده است که با این علائم مبارزه کنیم.